سازمان عفو بین الملل در مورد دستگیری‌های غیرقانونی، آزار، اذیت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان اعتراض کرده است. این سازمان در نامه‌ای که روز جمعه 9 ژانویه به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان فرستاده، خواستار توقف اخراج مهاجران افغان شده است. در این نامه تأکید شده که مقام‌های پاکستانی باید اطمینان دهند که حقوق مهاجران افغان رعایت می شود و آنها به زور از کمپ‌ها و محلات سکونتشان بیرون رانده نمی شوند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در سال 2025 میلادی 930,000 افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شده اند. سازمان‌های بین المللی بارها هشدار داده اند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی وخیم‌تر خواهد بود.